سلام دوستان، امروز آموزش یه باقلوای فوق‌العاده ساده و خوشمزه رو داریم. داشتن دوستی که بلد باشه باقلوای بهشتی درست کنه نعمت واقعا. من اینجا فقط نقش فیلم بردار دارم و این دوستم زحمت کشید وقتی که من مهمونشون بودم برام باقلوا درست کرد. بریم با هم دیگه درستش کنیم و در آخرم دو سه تا نکته مهم رو بهتون میگم. خیلی راحته، امیدوارم درست کنیم و مثل من لذت ببریم. و بازم تاکید میکنم یکی از راحت ترین روش های درست کردن باقلوا هست.
و اینم باقلوای جذاب و خوشمزه. جاتون خالی، با چای خیلی چسبید. نکته مهم اینه که اول حتما شهد رو درست کنید تا شهد خنک بشه و بعد شروع کنید به پیچیدن خمیر و گذاشتنش داخل داخل باقلوا میتونید از ترکیب گردو و پسته جفتشون استفاده کنید. درست کنید و نوش جان.